رکورد بذار هر موقع دوست داشت هر جا نگه داشت. داور سوت پایان این مساف و پایانی بر این برد شیرین تراکتور ایران. تراکتوری بودن مصداق بارز معنای اینه که بهت بگن زندگی و بردی یه برد دیگه برای تیمی که شجاعت و غرور فوتبال باشگاهی ایران داره در لیگ نخبگان آسیا به تنهایی فریاد میزنه و تبلیغ میکنه. امیر حسین زاده رو میگم. حالا دانیال اسماعیلی فر یه پاس زمینی تراکتور رو این شکل که حالا گل برای تراکتور ایران. عشق داداش برو ببینم وقتی که یه رفاقتی رو شروع میکنی با خدا و میگی که خدا تموم شد. رفاقت شروع نشده تموم شد که داداش داداش اینجوری فایده ای نداره که تو رو خدا بیایید بریم نفر اصلی پیدا کنیم. بوده کی گفته آخه با به خدا پلیس ها اونم خواهی نیستن آخه دارن دستور میگیرن دیگه نباید بگیرن ها این قشنگ امیدوارم که عزاداریتونم قرار باشه خدا. حالا ابی رو ببینید ابی حالش چجوریه. ناراحت علکی داره میکنه. حالا مهران مدیرم بهت نشون میده. حالا مهران غفوریانم بهتون نشون میده. صبر کنید. سید جواد عزویانو این کیه؟ این کیه؟ برم سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ تو میتونی بری پلنگ دست بزنی والله اگه قورباغه بتونی دست بزنی به پلنگ دست بزنی. آقا این خونه اینجاست. بیا برو پس بیا برو. این وضعیت خوزش داری به بچه ها میدونی آقا این خونه خونه مال اینجاست. مبارکت باشه. خب کیفش هم میبری؟ چیکار کنی من؟ خب اجاره میخوای بدی که مال خودت نیست. تمام شد جان برو. این وضعیت بیاید بریم اینجا با بیایید من بیام اینجا پول ندارم این زندگی این کیه؟ محمد رضا گلزن کو شانس آوردی که محمد رضا گلزار این در نیومدی اگر نه میدونستم چی کارت کنم. برو پسر یه لکتم کردم به خدای شکر تا بیا من اینم قلب مال زندگی آنلاین برو دورت بگردم. چرا دلت تنگه؟ بیا برو دیگه از صفحه مجازی من برو. این کیه؟ وای کشف اجاب کنی میزنم میرم.
خدایا ای خدا. جنایت خانم چی شده؟ مونده؟ جنایت های اینا یکی دوتا نبوده. داریم خفه میشیم از این به همه خدا منم جنایت. میخوام رسیدگی کنم مادر. ما امید نه به اصلاح طلب داریم، نه به اصولگرا داریم، نه به حاج خانم منو گوش کن، من همونیم، اومدم دونه دونه تو همین فضای مجازی درداتون رو گوش کنم. هر موقع تعدادمون ایشالله درست شد جلوی همه چی درست میشه. همتون رو من دارم میبینم، تک تکتون رو دارم نگاه میکنم. کیو دیدی تو مملکت اینجوری حواسش به همه باشه؟ از کوچیک و بزرگ همتون رو دارم میبینم برای چی دارید زاری میکنید، گریه میکنید، زجه میزنید. حالتون رو میدونم چی خوب میکنه. شما بیا من حال همتون رو خوب میکنم، شما فقط جواب منو بدید. شما سوال کنید من جواب شما رو بدم. اینجوری یکی میشی تازه دریا. میفهمی دریا توی من دریا. اون طویله مجلس داریم، نه به علما داریم، نه به هیچ کدوم اینها نداریم. اینا باید همه برن گم شد. ای حاج خانم برو دیگه حاج خانم. ماشاءالله پسر بیا نگاه کن قلب دیگه میزن برو دیگه پسر خوبی کاری از دستم برمیاد. تموم شد خودتون نمیخواید. فایده نداره. نه وای خدا ای ماشاءالله دختر. چطور زمینی که در حال نفس آتش سوزی چنگ دروغ نگو دیگه. این در طویله برداشتید آوردید. به امید موفقیت شما اینا پولیس گفتم که تا وقتی ما آدمو به حیونا رحم نکنیم. برو دختر برو یوسف. دوست دارم که تو را دوست بدارم. به تو چه؟ باریکلا. بی تو هر ثانیه ای را به شمارم. به تو چه؟ به تو چه؟ آفرین. دل من آی دل من هر چقدر تنگ تو باشد به تو چه؟ من که بی جرعه چشم تو خمارم. به تو چه؟ دل خوشه سکه های خانومم بگم چی گفت؟ نگو همه چی رو میگه بیرون میگی. آی داداشه جانباز عزیز بخشید که دیگه بدون ای وای خدا. جهان پهلوان رسول خودم آفرین. رسول خودم تو رو نزدیک ندیدم ببینم دارمت. بیا گوشی کی بود؟ نه رسول خودم نبود. پهلوان اینها سلطان دارمت ها. بیا به پیامم دادم اینا. سلطان ادب دروغ ندارم که. بذار استوری دادم. بلند میشه از زیر تانچه که جدا میشه میخوابه کف زمین از وقت خدا رحمت کنه محمد آقا اسکندری رو. بفرم. عراق به طرف همدان. اصلا این حرف اصلا دیوانگیه. تمام نیروی هوایی عراق، تمام پدافند عراق، تمام تشکیلات عراق منتظرن که تو در آسمون پیدات بشه و یقه تو رو بگیرن تو رو سرنمونت بکنن. شروع میکنه با ارتفاع چسبیده به کف زمین. ببینید اینجاست که میان میگیم که محمود اسکندری صدام رو تحقیر میکرد.
وقتی پشتی گرفتی خب داشتیم میرفتیم. خب بریم برای 500 نفر اضافه کنیم. برو پسر برو پسر. این کیه؟ کارت نکنه. چه کاریه؟ چه حرکتایی آخه؟ به چی فکر میکنی سیاه؟ با من در میان بذار. اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. میدونی با اسم آقای مهران مدیر رو اونجا آورده بگه از همینجا کچل میشی؟ از همینجا کچل میشی تو. آقای مهران مدیری کار خوبی میکنه. جواب تو رو نمیده. من تو مولکولو میشناسم. تو باید تجزیه بشی. میدونی چجوری تجزیه‌ات میخوام کنم؟ تنها تو اینجوری نمیشی. همه اینا که تجزیه میشن همینجوری تجزیه میشن. اصلا خونریزی در کار نیست. بین همه ماها زندگی میکنی. فقط تو یه نفر فرق میکنی. تو وطن فروشی. اینجوری تجزیه میشی. تو شهر خودمون زندگی میکنی ولی اونجوری که یه قانون برد. برو دیگه. پس این کیه؟ اینو نگاه کن. این چشم نگاه میکنه. ای خدامه. چی زده بودم؟ اونی که علکی بزرگ شده که تخمی توی که این قلم توش رید. سلام مخلصم. یه ذره کسالت دارم. ابنه بابا جان استراحت کن. استراحت کن. انجام بدم حتما دوباره میام سراغتون. جای نرین. استراحت کن بابا جان. ای وای. والا دیگه شما یه کاری کردید ما بلاگرم بشیم. خدا به من بصیر 3 تا دختر داده بود. نزهت، محبوبه و خجسته. این محبوب تو با مرام و خاکی نیستی رفیق نیمه را. تو از اونا نیستی که رنگ عوض کنن وسط را. تو خوشی که هستن همه تو موندی پای مشکلات. منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم. منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی. همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی. تو با مرا تو بیرون عزیزم. تو بیرون. تو جوستش هم گذاشتم. عزیزم خدا حفظت کنم. بچه ها با چشم ازدواج کنم. خیلی قشنگه. مثل یک کوه پشت این آقا منصورم شیرش رو دارم. دریا به دریا زخم خوردی. ساحل به ساحل دردی. نه تو خواهیم حساب نیم. من چی بگم از تو که قده تاریخمون نامردی. دلای منه. مثلا خودمون تحصیل هستم. نگاه کن. برو ماشاءالله. خسته نباش. خدا قوت. ماشاءالله. تو اون کوهی عزیزم. اون الان منو باید بگی. این به رحمت خدا رفته. گوش خواهم به رحمت خدا. تو بودی؟ ده برو.
قطعی. تا حالا شده یکی از عزیزانت رو از دست بدی؟ خب وقتی آدم عزیزی رو از دست میده خب یه غمی گوشه یه دلش میشینه بله. که تو چشماش میشه دید. بله داغی که هیچ مرهمی نداره، فقط باهاش زندگی میکنی. بله. یاد خاطراتش، خب. یاد لبخندش، این هم سخت زنگ نیست صداش. تازه میفهمی که نبودنش چه درد بزرگیه. حالا اگه بچه بودی مرگ که عزیز مثل یه بارون غم رو همه زندگی میباره. فقط یه دعا میمونه و یه امید ایستگاه که یه تو روزی یه جایی تو اون باید دوباره تنظیم ببین. اینو بکن. این چیه؟ یا برو لوکیشن سریال ماندگاره سدون سدون. ببینم در پروان مشاهد بابا برو خونش کن. نیمه مسخره مسخره اون عکس سواری اینجوری بود دیگه. نمارد که مسخره بهش باشیم. برو بیرون نه چیش اومد کمپوز هم کنی میپلن ها برم نگیرتت اینجوری. دیدم ببخشید بیا چابت کرد شده بزرگ درد کنم. آقای فراستی عزیز، اگر جمله بی پدر فوش نیست پس ما میتونیم به شما بگیم توی بی پدر مادر اینجا چیکار میکنی؟ نه زشته دیگه. اگر شما برمیگردی به آقای کیارستمی آقا اون نفهمید نگو دیگه. میگی که ایشون پدر مادر نداره، بذار بگم. ما میتونیم به شما بگیم که زیر بوته‌ای. اگرم بپرسی زیر بوته‌ای چرا گفتی که منظورم برای آره گوش کن چهارشنبه سوری بوده. لطف کنید اگرم میخواید انتقاد کنید انتقاد و اراجیف رو از همدیگه متمایز کنید. نازی که من اینجام بسه گو من اینجام کنار شو بدبختی 4 روزی میگم یک شنبه کاری نبود که انجام بدیم طبق معمولم چون بیکاری میره روی اعصاب. من 4 روز دیگه اومده بود پیداگری میکرد. ماشاءالله این بادیگارد میخوام اینا. حسن آقا خودتو برسون. حسن آقا تیم 5000 نفره بیار پولش هم میدیم. ماشاءالله حسن آقا بادیگارد خفیدم میگیرم میزنن میگن به همه پیام میدم بدبختی من. گوشتون شده به نام مولدسازی و خشک کردن رودخانه مرغاب باید فوراً متوقف شود. بله این تجمع مسالمت‌آمیز فریاد رسای مردم همینجوری باید نجف همتون آباد بیاید. خطاب به تمامی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی اینجوری که در رای میدیم. برابر این یه وضعیت دستای همدیگر میگیم ما رای میدیم. سکوت کردند. گفتن که نمیگیم. این فیلمو به دست استاندار برسون. مردم عزیز ایران، اینجا پارک جنگلی بیستونه. آمدانه دارن تیشه به ریشه درختها به پوست درختها میزنن. این جماعت نادان آمدانه دارن جنگل بیستون رو نابود میکنن.
بیستونی که همه اونو با تاریخ چند هزار سالش میشناسن. نباید بذاریم این جنگل نابود بشه. واقعا دیگه به اینجامون رسیده. بیستونی که با داریوش و هخامنشی و با ساسانیان و اشکانیانشون رو میشناسن. اگه دست به دست هم ندیم این جنگل تا 1 سال آینده نابود شده. نمیدونم حالا چی کارش میکنن، پوستشو میکنن. درخت کاجم یه جوری خدا درستش کرده که اگه پوستشو بکنی کارش ساخته است. کاجی که هیچ آفتی روش کار نمیکنه. ولی ما و تنها وظیفمون اینه که با انتشار ویدیو انقدر وایرالش کنیم که جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیریم. خفه شو تو هم. سر یه پورت قرار دارم. جنگل هویت ماست. ناراحت هم که اون ویدیو قبلی ناراحت هم کن. تمرکز ندارم که. من با هم 22 نفر شروع کردم. شد. بیا تا اینجا هم بیدم 2 ساعت پیش 7 ساعت پیش جنگل هویت ما دیگه، دریا هویت ما. اون آبراه موقعی که پاتو میذاری اون هویت رو به خود نشون میده، اون دی ان ای رو بهت نشون میده. جنگل هم همینطور لمست میکنه. شاید تو اونو نفهمی ولی اون تو رو میفهمه. اون حس رو باید بهش داشته باشی. اون حس رو بهش داشته باشی بهش میرسی. باید درکش کنی. یه سطح آگاهی دیگه. اینو از بین ببرن منو تو رو بچه همونو هممونو از بین میبرن. دلشون هم به هیچی نمیسوزه. کی؟ اون سال بیار بیرون بابا. بچگی اینا رو انقدر ترسوندن، میزنن، میکشن، میبرن، میخورن. چقدر میبرن میخورن. اصلا کی میگه اینا میبرن میخورن؟ اینا کیان؟ به دولت هم که دستور میده دیگه. فلسفه سختی.
آفرین خوب بود. چی نوشتی یا پره؟ ما خودمون باید به خودمون کمک کنیم. دیگه نگاه کن چجوری شما منو اینجوری میبینید، منم شما رو اینجوری میبینم. بگو واجبه آیفون 17 وسط اون جنگ نگاه کن هیچی نداره، هیچی. اسکلشون کردن با آیفون 17 وایسادن اونجا. اگه خودتون دارن نگاه کن دیگه، من نمیدونم تو نمیدونی. با پول نگرشون داشتن الکی. زندگی نمونه برده اینا باید بمیرن الکی زنده به خدا برای آیفون زندن دیگه. احمقا. آقا هرکی نفهمه زندگیش همینجوری میره با آیفون میره. نگاه کن. گم شدم، از بچگی گم شده بودم. من نقشایی که بازی میکنم بیشتر میشناسم تا خودم. الان شما در دهه 80 زندگی است. 74 80 میشه. الان من که 33 سالمه این شکلی که مثلا برمیگردم 25 سالگی رو نگاه میکنم میگم چقدر من اون موقع نمیفهمیدم. بهتره همین الان فکر کنی که چقدر نمیفهمی. من واقعا به این رسیدم که نمیدونم و این یه دانسته مفیدیه به خاطر اینکه چشمتو باز میکنه. من زیاد به حرفی که میزنم ایمان ندارم. فهمیدم حقیقت یه مقوله نسبی و متغیره و سیاله و منم یه موجودی هم توی این هست. الرحمن سلام و عرض ادب خدمت امیر خیرین بزرگوار بانی آبرسانی به سلام و ارادت. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. حالمون خوب باشه. صدام کردی که دنیا باسم رنگیش بازم، میخوام که زندگیمو کنار تو بسازم. دستامو گرفتی شدی دار ندارم، مگه میشه یه لحظم تو رو تنها بذار. آره الان تنهات میذارم بهت میگم شبام با تو قشنگه، نفس هم به تو بنده، من و تو میشیم آخر یه ترکیب پرنده. صدام کردی که دنیا باسم رنگیشه هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه. هوا هوای آدم برفی هم درست کن. چاکرم میخوام اینو بدش نصف قیمت بذار خوبه جواب نه. رئیس صدات بابان آقای فرماندار. چی بیم داداشم صادقه داداشی چی فرستادی برای من؟ ببین این ویدیو پایین رو میبینیم مردم الان تو صفحه. بله. خب قضا است دیگه. الان آدم فکر میکنه که اینا آذوقه‌ها رسیده قراره که
غذا بهشون بدن، آب بهشون بدن. نه اشتباه نکن. ببین تو غزه که یه خونه سالم نیست، اینا یه مغازه زدن و تو صف خرید آیفون دیدم داداشی دیدم. حالا تو نگاه کن خب. چطور من ای بابا سال پیش نکن دیگه، برو نگاه کن.